اولین مراتبه در این سیسی 16 شورای عالی ساختار دولتی از طریق نو دیده برآمده، از ساختار پرزیدنتی به ساختار پارلمانتی گذشتیم. محترم امام علی شریفی چه رئیس شورای عالی قبول کردیم. وظیفه های پرزیدنت به رئیس شورای عالی داده شد در همین سیسیا. خیلی وضعیت متشنج بود، ناتنجی بود، ناآرامی بود. شکرانه آن میکنیم که امروز من با دیدیم بعد از 30 سال من چقدر بهبودی ها آبادانی در 30 سال یک تبدلات جدی در جمهوری تاجیکستان شد که تاجیکستان به من تنجی آورد، آرامی آورد، صلح شد، صلاح شد، رو به ترقی شد. برای همین این سیسی تاریخی هست. تاریخیش در آن که در این سیسی اولین مرتبه پرچم جمهوری قبول کرده شد. اولین مرتبه نشان جمهوری قبول کرده شده بود. عکس هایی که اینجا آویخته شده است دیده، همون روزهای اجلاسیه یادم با آمد. خود دعوت همین اجلاسیه یک پیشگفتار عجایب دارد که ما 6 ماه به سردار و به دولت و فقط غربت و یک دیگر زنیکت آواره بودیم. خدا با 1000 بار شکر همین اجلاسیت در قصر ارباب دعوت شد و همین چیزها پشت سر شد. از همه اساسیش همین که ما یک شخص انتخاب کردیم که از عهده همین کار برآمده توانستند. تاجیکستان سرجم کردند، از همین جنگ و جدال ها آزاد کردند. ما گرد یک دسترخوان به میشیشتگی شدیم، از یک گریبان سرمه برآوردگی شدیم. در عرصه همین روزانگی دنیا تاجیکستان با واسطه همین آدم معرفی کرده توانستیم. در همین سیسی حقیقتا تاریخی اینقدر خوب قرارهای بسیار هم سرنوشت ساز برای جمهوری اون وقت تاسیس تاجیکستان به تصویب رسیدند و مردم حس کردند که اکنون دولت تاجیکستان پاش نمیخورد. بسیار هم وضعیت دقتبار بود، ولی همین استواری و وطن دوستی حقیقی امام علی رحمان اون وقت رئیس شورای عالی تاجیکستان همه مردم رو باور کنند که حتما در تاجیکستان صلح بشود و قوه های مرکز شتابی که به هر طرف پراکنده شده بودند آهسته آهسته به پایتخت آمدن گرفتند و در اینجا ما بعداً شاهد شدیم که حکومت نو برقرار گردید. حکومت کنستیتوسیونی جای خودش را گرفت و دیگر آهسته آهسته زندگی به مجرای اولش برگشتن گرفت. من فکر میکنم که سیسی یا اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان حقیقتا سرنوشت ساز بود. حقیقتا در سرنوشت مردم ما تغییرات کلی به وجود آورد.